خب اینم از کپی خور کردن کنسول PS4 ورژن 1250 و 1252 که به تازگی منتشر شده. خلوش حدوداً 10 روزی میشه که این کپی خور برای PS4 برای ورژن های 1250 و 1252 منتشر شده. بریم توی تنظیمات و سیستم اینفورمیشن، ورژن کنسول 1252 و حافظه کنسول 1 ترابایت که داریم برای مشتری عزیز. بازی ها رو دونه دونه نصب میکنیم. فعلا اساسینز کرید اوریجینز و FC26 رو نصب کردیم. ضمناً این کپی خور هم مثل ورژن قبلی با دیسک بلوری انجام میشه. به زودی آموزش کپی خور رو هم براتون میذارم دوستان.